سلام دوستان، امروز در مورد قالیچه پرنده که در ایران ساخته میشد میخوایم حرف بزنیم. خلفای عاموی عباسی در سرکوب و تکنولوژی ساخت قالیچه پرنده نقش اساسی داشتند. هنری بک در سرداب‌های زیرزمینی قلعه موت در نزدیک دریای خزر تومارهایی یافته که شاهد زیاد در مورد قالیچه‌های پرنده میده. این تومارها به طرز خارق‌العاده سالم ماندند. در آخر قرن 13 میلادی توسط محقق یهودی به نام اسحاق بن شریر نوشته شده است. پس از آن پروفسور زیدی زبانشناس مشهور این متن را به زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کرده. این دست‌نوشت‌ها باعث جنجال‌های زیادی در جامعه جهانی شدند. مدت کوتاهی پس از انتشار و ترجمه این متن کنفرانسی با حضور کارشناسان برجسته بین‌المللی در مدرسه مطالعاتی شرقی و آفریقای لندن برگزار میشه. بسیاری از مورخان با حمله به بک این دست‌نوشته‌ها را جعلی خواندند، اما پروفسور سپینتوس که به خاطر عدم شرکت بک در این کنفرانس به خاطر تولد فرزندش دفاع را بر عهده‌اش گذاشته بود، گفت این متن باید به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرن و بعد بگید که آیا این دست‌نوشته‌ها جعلی هستن یا نه. قدمت این دست‌نوشته‌ها اکنون در استینتوی لیوناردو داوینچی شهر تریست به کم روش کربن در حال تعیین است که ببینن آیا واقعا جعلی است یا واقعی. بنابر نوشته‌های بن شریر حکام مسلمان متعصب آن زمان قالیچه‌های پرنده را وسیله شیطانی می‌دانستند و به همین خاطر دانش و سازندگان آن را سرکوب کردند و رد پای آن را به کل از تاریخ پاک کردند. هرچند قالیچه‌های پرنده تا آخر قرن 13 میلادی بافته شدند و فروخته می‌شدند، اما استفاده از آن در انحصار افراد خاصی بود. بنا به یادداشت‌های بن شریر نخستین اشارات به قالیچه‌های باستانی در دو متن صورت گرفته است. یکی از این کتاب مجموعه ضرب المثل‌ها است که توسط شامشاد وزیر پادشاهی بابل جمع‌آوری شده است و منبع دیگر مجموعه از گفتگوهای باستانی که توسط شخصی به نام ژوزف نگاشته شده است. بر اساس نوشته‌های ابن شریر قالیچه‌های پرنده می‌توانستند چند متر بر فراز زمین شناور باشند. نخستین بار توسط کیمیاگران و صنعتگران دربار ملکه سبا ساخته شد. ملکه سبا آن را به نشانه عشق خود به حضرت سلیمان فرستاد، اما وقتی ملکه سبا خبر برخورد سرد حضرت سلیمان با هدیه‌اش را شنید، دلش شکست و صنعتگران خود را از دربار اخراج کرد و این صنعتگران در نهایت در ناحیه بیرون‌نهری و نزدیک شهر بغداد ساکن شدند و کسب و کار خود را مجدد شروع کردند. بن شریر در یادداشت‌های خود میگه چگونه این قالیچه پرنده کار میکرده، اما متاسفانه اکثر اصطلاحات و عبارات فنی به کار رفته در این قسمت قابل فهم نیست. اما از قسمت قابل فهم متن چنین میاد که قالیچه‌های پرنده هم مانند قالیچه‌های معمولی روی دار بافته میشدن، یعنی کلا شبیه قالیچه‌هایی که الان میسازن دستی هم دست ساخته میشدن. تفاوت آن با قالیچه‌های معمولی در مرحله رنگریزی بوده. صنعتگران دربار ملکه سبا گل مخصوصی به دست آمده از چشمه‌های کوهستان کشف کرده بودند که هنگامی که در معرض حرارت شدید داغ‌تر از آتش حلقه هفتم جهنم، یعنی اینقدر گرم بود، در ظرف محتوی روغن یونانی قرار می‌گرفت، خاصیت ضد مغناطیسی پیدا می‌کرد. با توجه به مغناطیسی بودن کره زمین، وجود میلیون‌ها محور مغناطیسی از قطب به جنوب تا شمال کشیده شده، قالیچه‌هایی که الیافشان به این گل آغشته می‌شد می‌توانستند از سطح زمین فاصله بگیرند. این فاصله با توجه به غلظت و میزان گل به کار رفته از 1 متر تا 10 متر میرسید. محورهای مغناطیسی مانند ریل‌های هوایی عمل می‌کرد و قالیچه می‌توانست در امتداد این محورها پیش بره. بر اساس یادداشت‌های بن شریر کتابخانه اسکندریه تعداد زیاد از این قالیچه پرنده را در اختیار داشت و آن برای گردش میان قفس‌ها مملو از پاپیروس کتابخانه در اختیار مراجعه کننده کتابخانه می‌گذاشتند. این کتابخانه در یک زیگورات قرار داشته که بیش از 40,000 تومار خطی در اختیار داشته که توسط 300 نسل از کاتبان نگه داشته شده بود. سقف این کتابخانه آنقدر بلند بود که بسیار از مراجعه کنندگان ترجیح می‌دادند حالت شناور در هوا روی قالیچه پرنده مطالعه کنند.
بر اساس یادداشت‌های بیرشر ساخته قالیچه‌های پرنده در سرزمین‌های اسلامی به دو دلیل سرکوب شد. نخست، حکام متعصب مسلمان می‌گفتند بشر قرار نیست پرواز کند. قالیچه‌های پرنده باعث به هم خوردن نظم امور می‌شوند. دلیل دوم بیشتر اقتصادی بود. بسیاری از اشراف و ثروتمندان عرب ثروت خود را مدیون گله‌های شتر و اسب خود بودند و دلشان نمی‌خواست صنعتگر فقیر و بی‌چیز با ساخت قالیچه‌های پرنده کسب کار آنها را نابود کنه. قالیچه‌های پرنده در زمان حکومت خلفای اموی و عباسی به شدت سرکوب شد. در نهایت در سال 1226 میلادی با حمله مغول‌ها به آسیای مرکزی در هرات، بلخ، بخارا، حمام خورد به راه افتاد. مغول در جریان غارت و تاراج چند قالیچه پرنده هم پیدا کردند. هنگامی که مردی به آنها گفت این قالیچه‌ها تیزتر از اسب‌های پاکتو مغول هستند، چنگیزخان چنان از این توهین ناراحت شد که سر مرد را جدا کرد و دستور داد تمام قالیچه‌های پرنده قلمرو وسیع شد زن و نابود کنند. یعنی این بود که در مورد قالیچه‌های پرنده‌ای که در زمان اموی و عباسی بودن ولی متاسفانه کلا نابود شدن. الان خیلی از دوستان جلوه میگیرن که آقا اینا کلا خرافات و مثلا در 100 سال پیش کی میگه مثلا یه هواپیما میاد پرواز میکنه یا خیلی چیزای دیگه که برای ما قابل فهم نیست میگیم اینا کلا خرافات و چیزای الکی هستن. البته در آینده چیزای جالبتری هم میذاریم. حتی در زمان باستان سفر در زمان هم میکردن، یعنی در زمان هم از یک مکان تا یک مکان دیگه. کلا این رو میذاریم، لطفا ما رو لایک و ساب کنید و از ما حمایت کنید.